صعود بکنه. به روی دروازه فرصت هست و توی تیر دروازه میخوره و بر میگرده. کورنر خوبی رو زد نوراللهی. دوباره به روی دروازه باز فرصت برای احمدزاده صاحب تو، فرصت برای او در محوطه جریمه، فرصت برای پرسپولیس مثلا دروازه. نظر داور چیه؟ نظر داور هرچی هست پنالتی نیست. نوراللهی احمد خودش صاحب تو ضربه رو میزنه، فرصت برای احمد نوراللهی. این قطعین به جای کی به بازی بیاد. یه بار دیگه فرصت برای یاران پرسپولیس، ضربه از راه دور توی دروازه یه گل با شکوه میزنه احمد. یه موقعیت برای تیم الجزیره و توی دروازه با شماره 31 میزنه روماریو ریکاردو دا سیلوا. هرچند هنوز فرصت زیادی باقی است، 20 دقیقه فرصت دارید بگیره، حداقل 4 دقیقه میتونه بگیره. یه ضربه سر دیگه، فرصت برای پرسپولیس، ضربه توی دروازه جلال حسینی. سید جلال چه گلی میزنه کاپیتان. درود بر کاپیتان، آفرین کاپیتان.